سلام و درود به پایان با همه شما مخلصان عزیز تلویزیون ورزش. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. من فردوس خورسندم. دروازه‌بان رئال مادرید کیلور نواس در همین روزانه گزارش فوتبال بازان می‌خواهد دسته‌اش را عوض کند. طبق گزارش نشریه مارکا با دروازه‌بان منتخب کوستاریکا PSG و منچستر یونایتد توجه دارند. نواس از سال 2014 این جانب در رئال مادرید فعالیت کرده 3 مرتبه قهرمان لیگ چمپیون‌ها گردیده است. بعد از آنکه رئال مادرید با تیبو کورتوا قرارداد بست، کیلور نواس موقع خود را در هیئت اساسی گم کرد. نواس نمیخواهد دروازه‌بان دوم باشد. به خاطر پیدا نمودن وقت بسیاری بازی در میدان او مجبور شده است تا سانتیاگو برنابئو را ترک نماید. حمله‌ور یوونتوس و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو در شبکه تلویزیونی پرتغالی صحبت اختصاصی انجام داد. دورنده 5 توپ طلایی تا به حال چنین آشکارا در موضوعهای مختلف صحبت نکرده بود. مهم این داشتن استعداد است. اما اگر ما با تمام ساحه‌ها نظر اندازیم، شخصیت‌های بزرگ که جایزه نوبل را به دست آوردند در برابر داشتن استعداد همزمان زیاد زحمت کشیدند تا موفق شوند. برای من شخصیت‌های برجسته نه تنها از دنیای فوتبال بلکه دیگر جنبه‌ها نیز برایم نمونه عبرتند. من از آوان خردی برای آن به دنیا آمدم که مهنت و کار بسیار کنم. آوان کودکی مشکل داشتم، نه به آن خاطر که من گرسنه بودم. وقتی که به اسپورتینگ رفتم به خاطر رسیدن به هدف‌های خود تمام زندگی خیش را تنها به تمرین بخشیدم. سال 2018 مشکل ترین سال در فعالیت ورزشی من بود. دردآور است وقتی که انسان‌ها به نفوذ و شرفتون ناخون میزنند. من دارای عائله کلان میباشم اما آنها مرا درک میکنند. این یگانه عاملی است که من در باره‌اش گپ زدن نمیخواهم. اما مهم آن است که بیگناهی من اثبات شد. من فکر نمیکردم که توپ طلایی به دست میارم. حتی تصور یک تاش را نیز نمیکردم. چی رود گپ درباره 5 تا؟ اگر گویم که من نمیخواستم پس این دروغ خواهد شد. البته میخواستم و برای هر یکی آن تلاش کردم. هر سال میخواهم لیگ چمپیون‌ها، چمپیونات و توپ طلایی را به دست بیارم و برای این کار میکنم تا پیروزی به دست بیارم. زمانی که در اسپورتینگ بازی میکردم دسته‌های فوتبال والنسیا، آرسن ونگر برای آرسنال، بارسلونا، رئال، اینتر و منچستر یونایتد به من پیشنهادها کردند، اما امیو از دیگران دیده بیشتر تلاش کرد. درباره قطع کردن فعالیت فوتبال بازی هم تا حال فکر نکردم. شاید سال آینده به این خلاصه بیام یا تا 40-41 سالگی هم فوتبال بازی کنم. اما من همیشه میگویم که از هر لحظه در میدان بودم حلاوت میبرم و این کار رو ادامه خواهم داد. اقرار شده است کریستیانو رونالدو. یادآور میشم که 5 فوریه سال 2020 این فوتبال باز به همتا 35 ساله میشود. کی بهتر، مسی یا رونالدو؟ دانشمندان برای حل این فرمولا کشف کردند. دانشمندان دانشگاه کاتولیکی لیوون کشور بلژیک برای معین کردن یکی از سوال‌هایی که دوام 10 ساله اخیر باعث به بحث و مناظره زیاد میان مخلصان فوتبال گشته است، فرمولای مخصوص را ترتیب دادند. نام فرمولا اختراع کرده این پژوهشگران VAEP بوده. در آن برابر حساب کردن گل و پرتافت‌های گلبخش‌های این دو نابغه فوتبال معاصر باز نشاندادهای دیگر از قبیل ضربه‌ها، دریبلینگ، پاغچ و عمل و حرکات دیگر نیز به نوبت گرفته می‌شود. این گروه محققان نشاندادهای آماری فوتبالکار ارژانتینی و پرتغالی را از سال 2013 تا سال 2018 با هم مقایسه نمودند. طبق خلاصه عالمان در موسم‌های اول نشاندادهای رونالدو و مسی تقریبا یکسان بود، اما سر از موسم 2015 و 2016 مسی از این رقیب آشتیناپذیر خیش پیش گذشت. این سخنها را روزنامه بریتانیایی میرور از زبان اسپیرانت این دانشگاه توم دکروس آورده است که در این تحقیقات اشتراک داشت. با حساب میانه طبق فرمولای VAEP نشانداد مسی در یک بازی به 1.121 و از رونالدو به 0.161 برابر بوده است. فوتبالباز جوان تاجیک کامران تورسونوف که با دسته اوترخت گالندیا دعوت شده بود، عین حال تمرین‌های خود را در هیئت دسته مذکور ادامه داده ایستاده است. چنانکه که خود فوتبالباز با تلویزیون ورزش خبر داد، آنها در یک روز 2 تمرین صبح و نصف روزی دایر میکنند. یادآور میشم که کامران تورسونوف دستپروری باشگاه رگر تداس به حساب رفته. طول 2 موسم اخیر در دسته استقلال بازی میکرد. ماه گذشته دسته‌های اوترخت گالندیا و روسنبورگ نروژ کامران تورسونوف را برای سنجش دعوت نمودند. امید بر آن می‌بندم که او با یکی از این دسته‌ها شرطنامه به امضا رسانیده معرفگر فوتبال تاجیک در اروپا می‌گردد.
антуан гризман дар дастаи барселона таҳти рақами дӯстдоштаи худ ки 7 аст баромад кардан наметавонад. дар ин мавсим ҳамлагари нави клуби каталонӣ таҳти шумораи 17 баромад мекунад ва ба ӯ гирифтани рақами 7-ро иҷозат надоданд. гризман аллакай дар дастаи каталонӣ як маротиба бо рақами 17 ва 90 дақиқа майдондорӣ кардааст, зеро он замон шумораи 7 ба футболбози дигар филиппе каутино тааллуқ дошт. баъд аз оне ки футболбози бразилӣ ба бавария ба ҳайси бозингари иҷоравӣ фиристода шуд, ин рақам озод гардид, вале ӯро ба гризман надоданд. сабабашро масъулин дар он диданд ки дар мавсими нав футболбози фаронсавӣ аллакай як маротиба бо пираҳани рақами 17 дошта бозӣ кардааст ва регламенти чемпионати испания барои тағйири он иҷозат намедодааст. ҳамин тавр антуан гризман хоҳад нахоҳад дар ин мавсим бо рақами 17 баромад мекунад. антуан гризман дар дастаҳои қаблии хеш ба мисоли реал соседад ва атлетико низ шумораи 7 дар пираҳани варзишии ӯ навишта шуда буд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.